سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیو جدید. این سری اومدیم یه سگ کن نخندی جذاب هم ببینیم. حتما لایک و سابسکرایب کنید. لیتس گو برای اولین ویدیو. اولین رو بذاریم و بچه راستی سر هنوز اون ویدیوه منتظرم تا 500 تا بشه کچل کنم. برید اونم ببینید، این گوشه میاد، حتما ببینید و بریم برای ویدیو. بچه‌ها من خودم از قیمت دلار بترسیدم. الرزق و رزقا، خدا روزی من و شما رو میده، چنان روزی رساند که 100 عاقل در آن حیران بماند. جوابش منطقی بود. بله، ولی واقعا نمیدونم، منم خودم با اینکه ترکیه هم ولی نمیدونم چی میگه ابراهیم تاتلسنوس. چیزه نه چی هیچی ول کن. بریم که شب تا صبح کنار آخرش از دست نده، بهت دست نمیزنه. میدونی چه پسریه؟ تصور از اون با پسر. چاقو برید، دیدم که خونم آبیه. بابام گفت این دختر استقلالی. تقریبا 2 سالم بود که داشتم با چاقو برید، دیدم خونم مشکیه. بابام گفت این بچه تریاکیه. شانس رفیقم تو شوگر مامی. الو مامان. سلام دایی. سلام نه به این استایل من از یک تا 10 چند میدی؟ تقریبا 4 میلیون. 4 میلیون. فقط بیل. بفرمایید. خواهش می‌کنم. الان فهمیدم چی شد. بابا خب لحظه چی بود؟ اگه یه روزی تو تلویزیون ببینیم بهم افتخار میکنی؟ تلویزیون؟ معلومه افتخار میکنم. اون موقع میشی پسر خودم. داشته باشه. نه سوری حواس نبود. بابا مشتری خوبمون بالا سب خرید کرده، میخواد شانس خودش رو امتحان کنه. بفرمایید. الله داشت، ما یه رب به شما میدیم. وقتی تو زمستون میری آمپول بزنی. اسمت چیه؟ مهدی داداش. مهدی جان. ترس که نداری؟ نه اوکی. مهدی داداش چون صفحه چنده؟ این مشتری ها بایستدن. گفتم با یه هوادار همه کار میشه که میشه رئال بارسا هم برد. Guys, it's really disappointing to say this, but joking and gooning in my classroom is strictly prohibited. نسبی هم نه خیلیت محض، یعنی خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن توی پسر خالم فنی خودش دست میکنه. پسر خالش چطوری؟ الو بهتر از این نمیشد خبر مرگ داد. محمد بیا که بابا دادش خیلی خرابه. یکی گرما زده شد بودیم ساعتخانه. حالش یا بریم دکتر بازی. من دکترم، آمپول دارم. بخواب تا من آمپولم رو در بیارم. قار این صدای کلاغ نیست، این صدای یه ترکیه که میگه برف داره میاد. اینو دوبار گوش بده. ساختم آنچه که باید میساختم. سلام دوستان، وقت بخیر، خسته نباشید. شب بخیر، خسته نباشید. لطفاً پسرای بد تیپ و دالتی نیان دایرکت. مرسی. الان چی شد؟ داشت احساس میکنم یکم 5 چی
چیه آجی؟ شبیه اجنه میمونه به خدا قسم. این چیه آخه آوردید تو اینجا؟ بچه‌ها امروز یه اتفاق خیلی بامزه افتاد. رفتم فروشگاه چیپس بخرم. گفت چه نوعی باشه؟ گفتم فقط چیپس کچاپ نباشه. گفت واسه چی؟ گفتم آخه کچاپ دوست ندارم. آره این کجاش مثلا خنده دار بود؟ برای چی من اینا رو گذاشتم؟ مرض بیشعور. خب بیاید. نوشته شیطان پرستی، بعد داخل اولین صفحش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. وای آجی کدوم مریض اینو ساخته؟ ماشالله غذای حلال. یه تنه وایستاده دروازه رو قفل کرده، کیرش هم انداخته معلوم کجا، روی بلندی های سوئیس. خاطر خندیدن به این کلیپ میرم جهنم. من خانومم بارداره، بچه‌مونم پسر خدا رو شکر. دکتر گفته اگه گیلاس نخوره بچه‌تون میفته. کیلو چنده؟ بذار بیفته مردبار بیاد. Доброе утро, моя девочка. صبح بخیر دختر گلم. Спешу пожелать тебе самого прекрасного, невероятного настроения. Хочу, чтобы твой dень... Çoxların hekayətdir. Heydər baba, dünya yalan. این سس مخصوص آقای ترشک، هر کی تو کامنت ها بتونه بگه از چی درست شده یه جایزه خوب پیش من. آب هیچی ولکن بریم پیش من. نگاه به چه لاشی بیناموس داره گلابی مخوره، بچه سوس داره گلابی مخوره سوسکه داره گلابی مخوره بچه مگه سوس گلابی مخوره. در هر کی رو ساخته سرویس. بچه های هم بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. بعضی ها میگن صدام شبیه یارو سوسک داره گلابی میخوره، نمیدونم سوسک داره گلابی میخوره. آره خلاصه همینطوره دیگه. حتما لایک سابسکرایب کنید. عاشق تک تکتونم. لیتس گو تا ویدیوی بعد.